ترس و روپوشانی کردن حق عمر ما رو دراز نمیکنه. ترس و روپوشانی کردن حق عمر ما رو دراز نمیکند. شجاعت و گفتن حق و غیرت داشتن بر دین عمر ما را کوتاه نمیکند. قلم برداشته شد، تقدیر نوشته شد. هر چیزی که میبینی در تقدیر هست. ترسوها که به خاطر ترس حق را نگفتند، در باب ایمان به تقدیر ایمان را یک بار نظر بکنید. اگر تمام این عالم انس و جنش و انسش بیاید خواهد که به ما ضرری رساند، والله نمیتواند. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شد، تقدیر و کاغذ های نوشته شدهش خشک شد. هر چیزی که هست در بالای سر ما در تقدیر ما میبینیم. یکی ما به قدرت الله ایمان داریم، چگونه که انبیاء و رسول ایمان داشتند. ما توکل به الله میکنیم، به خاطر ترس روپوشانی نمیکنیم.